مدیریتش بکنیم، یک شیوهی هست به نام شیوه پیکان عمودی. ما ابتدا خشم مبدأ و خشم اصلی که همیشه درگیرش هستیم رو روی کاغذ می‌نویسیم. مثلا من همیشه خشمگین هستم، من همیشه غم دارم، من همیشه عصبانیم، من همیشه ناراحتم. بعد یک فلش به سمت پایین میزنیم زیر اون و مینویسیم خب حالا پشت این احساس من چه احساسی بوده، باز باید یه احساس دیگه بنویسم. من به این شکل همونطور که از طریق پیکان عمودی فلش میزنم ولی زیر احساساتم و میام پایین، به نتیجه‌ای خواهم رسید که ممکنه مثلا کمبود اعتماد به نفس، ممکنه کمالگرایی، ممکنه کنترلگری، ممکنه احساس ضعف و خودکمبینی و احساس حقارت و خیلی موارد دیگه ای رو شامل بشه. بعد متوجه میشم که خب پس من این احساسی که داشتم ریشش این بوده، پس خود احساس واقعی نبوده بلکه پشت این احساس مسائل دیگه ای نهفته بوده. به این شکل زمانی که من بتونم احساس رو چالش بکشم و بشناسمش و شخمش بزنم به اصطلاح، میتونم کنترلش کنم. مثلا من در ارتباط با یه حادثه‌ای که خیلی هم ناراحت کننده هستش، مسلماً مثلا تصادف، مثلا فوت یکی از بستگان، مثلا خیلی موارد دیگه که منو ناراحت و غمگین میکنه، میترسونه، من میتونم این کار رو انجام بدم. خب وقتی که من همون لحظه حالا یا فرداش این کار رو انجام دادم و به ریشه احساسم دست پیدا کردم، خیلی راحت میتونم اون احساس رو کنترل کنم. به خودم نهیب میزنم و میگم که خب ببین آخر خشمت اینه که تو خودتو باور نداری، آخر ترست اینه که تو میخوای کنترلگر باشی، میخوای محیط رو به نفع خودت تموم بکنی، آخر غمت اینه که تو احساس حقارت میکنی. وقتی من اینو متوجه بشم و شناخت پیدا بکنم، به راحتی میتونم عامل ریشه‌ای اون رو بخوش کنم و یه جور دیگه به موضوع نگاه بکنم، نگرش دیگه ای داشته باشم. بنابراین احساس من مدیریت شده و کنترل شده. پس برای مدیریت هیجان، شناخت اون مهارت مدیریت هیجان که همون مدیریت احساس هستش بسیار کمک میکنه که افراد بتونن هم خودشون رو درک بکنن، هم دیگران رو کنترل کنن و درک بکنن. یعنی هیجان‌های دیگران هم میتونن مهار بکنن، چون که وقتی که من هیجان‌های خودم رو کنترل میکنم، دیگران هم در ارتباط با من هیجاناتشون رو کنترل میکنن. برای همین من موفق شدم که مثلا پرخاشگری همسرم رو کنترل کنم، چون من هیجانات خودم رو کنترل کردم. من موفق شدم که ناراحتی مادرم رو کنترل کنم. من موفق شدم که با رئیسم دیگه دهن به دهن نشم، پرخاشگری نداشته باشم. برای همین من مدیریت هیجان رو به راحتی انجام دادم. تا فایل بعدی، خدا نگهدار.